السلام علیکم. سیلکه نوارهای قبلی را می توانید از اپیسن ویدیو پیدا کنید. درخت دوستی تقدیم می کند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند هیچ یک از شما مرگ را آرزو نکند، زیرا اگر نیکوکار باشد شاید نیکیهایش افزوده گردد و اگر بدکار باشد شاید توبه کند. بخاری 7235. و سماک الله عبدا شکورا. ای نوح، مردم میگن ای نوح علیه السلام، خدا تو را در قرآن در کتاب‌های مقدس بنده شکرگزار بیان میکنه. تو را تعریف و تمجید و بزرگی تو را در کتاب‌ها یاد میگیره که این گونه پیغمبر خدای حال و زار ما را نمیبینی؟ آیا در نزد خدا شفاعت نمیکنی که خدا از همین حالت ما را نجات بدهد؟ حضرت نوح علیه السلام هم همین سخن میگوید ان الله غضب اليوم غضبا لم یغضب قبله ولا بعده مثله. میگه این مردم، خداوند امروز چنان غضب کرده است که نه در گذشته این گونه غضب کرده بود نه در آینده. من در طول حیات، حضرت نوح علیه السلام میگه، در روز قیامت برادران عزیز و مهربان، پدران گرامی، والله تک تک کارها پیش چشم می آید. پیغمبر الهی را از حق یک دعایی گویه کمی شاید ناخوب کرده بود پیش چشمش می آید. زنا کردی پیش چشمت می آید، دزدی کردی پیش چشمت می آید، غیبت کردی پیش چشمت می آید، کسی را با چشمی بد نگاه کردی پیش چشمت می آید، کسی را فریب دادی پیش چشمت می آید، رفتن خوردی پیش چشمت می آید، حق همسایه را رعایت نکردی، همه اینها پیش چشمت می آید. مانند که در لیدار تماشا میکنی، همین گونه هر گناه